دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، که خیمه سر ما چپه شد بینان و بیه و افتیدیم همینجا. نی چوب است و نی آرد و هیچ چیز نیست بله خدا و دربار خدای نمی جگه که افتادیم. چیز بخوردن نداریم، زغال نداریم، چوب نداریم، لفته تا چیزا نداریم. سر ما پرتیم نمی جده نما گل افتادیم. بیفشان قطره عشقی که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امین هکنون مال را که شما از آن استفاده می کنید و نوش جان می کنید امان مال شما است، چرا که زندگی اعتبار ندارد. وقت انسان از دنیا می رود همه چیزش برای وارثین می ماند. گر کنی خیری به دست خیش کن، خیر خود را وقف اردرویش کن. یک درهم که آن را به دست خود دهند، بی بود زانکه پی او صد دهند. گر ببخشی خود یکی خرماه تر، بهتر از بعدی تو صد مثقال زر. نهایت سپاسگزاری میکنم از برادرانی که در این پروگرام ما را همکاری نمودند. برادر عزیزمان حمید جان، برادر گرانقدرمان زبی جان و همچنان برادر عزیزمان خواجه احمد صدیقی. همچنان جا دارد که از برادر عزیز ارجمند خیش منصور جان که همراه ما کمک کردند تا ما بسته های مواد خوراکی را و فامیل های نهایت بی بضاعت و مستمند برسانیم. الله متعال پاداش و اجر دارین نصیب تمام دوستایی که در این پروگرام سهم گرفته‌اند بگرداند. مشو نامی تو از رحمت، تو توبه نام را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله، 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 یا دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی. تشکری میکنم از حاجی سیار، از زبیجان، از امیدالله که همی کمک همراه ما کرده. پروردگار کتش کمک کنه. ما بسیار از سر دسترخوان دعایش میکنیم، بسیار از پیشش خوش هستیم. ما خودم تکلیف دارم، نفس قیتی دارم، بسیار بیچاره هستیم. ما حتی نمیتونم یک بشکه و برم از بیرون آورده بتانم. من تو خدا خانه افتیدگیستم، ما گپا میزنم نفسم قید میشه، من نفس تنگی دارم. پروردگار امرایتان کمک کنه، خدا که ایتان کمک کنه که امرای ما دست ما را گرفتی، امرای ما کمک کردی. خدا که ایتان کمک کنه. تشکر میکنیم از حاجی سیار، امیدالله، زبی که می کمک همراه ما کرده. کراوچوانی میریم در مارکت، کار نیست، یک خودم هستیم، یک بارم است. خدا خیر نصیبشان کنه که کمک همراه ما کرده. خیر ببینن. سر 5 وقت نماز دعایشان میکنیم که همی کمک کرده. خدا خیرشان بده. انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک از بیادرهای خود تشکر میکنیم. خیر ببینه که کمک بر ما کرده. از حاجی صاحب سیار، از حاجی صاحب زبی، از حاجی صاحب امیدالله جان. خداوند کتشان کمک کنه که دست ما غریبا را گرفتن، بر ما کمک کردن، داغ اولاد خدا نبینن. کت ما کمک کرده، خدا کت از او کمک کنه، جان جو ببینن. برو دوای ما غریبا کتش از خیر ببینن بیادر. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل خداوند خیرتان به توجه که کمک که ما کردی. خداوند جان جور دیتون، خدا که تون کمک کنه. هر کس که کمک که ما کرده خدا دگوام که ایشان کمک کنه. خیر ببینه. در شرایط خراب به ما کمک کردن، خداوند که ایشان کمک کنه. خیر